دین روز معرفی هم شده بود، طریقه باز کردن اوریکل هم شده بود. SQL پلاس سر آیکن دبل کلیک میکنیم. سکات تایگر میبینید که درباره پروگرام SQL بر ما معلومات میگه. SQL پلاس اوریکل دیتابیس چینج انترپرایز ادیشن، درباره اوریکل بر ما معلومات هم کمپانی داده. با معرفی گپا حاجت نیست، خدا وورد اکسل اکسس همه یا خواندین که ده تایتل بار میگه. تایتل بار به خاطر چی میگه؟ به خاطر که نمایندگی از نام یک فایل میکنه. در وورد نوتپد خوانده بودیم. در اینجا میبینین اوریکل اسکیول پلاس. اسکیول خب فهمیدیم. پلاس اینجا چی است؟ پلاس بعضی کماندا و یا بعضی کارهای دیگه است، چیزهای دیگه است که ما مربوط اسکیول نمیشه که بعداً باز ما کار میکنیم دیگه. یا رقم میفهم، یا کپشن بتن میگه، یا کنترل بتن، یا مینو بار میگه. اینجا چیز نیست که ما در مینو مثل پروگرام کار کنیم. اینجا ما به شکل کود کار میکنیم، مشکل نیست. خوی معلومات ما میخوایم پاک کنیم، یعنی صفحه را پاک میکنیم. اینجا نشته میکنیم کلیر سکرین، مخفف کلیر سکرین. میتونیم مکمل هم نشته کنیم. وقتی که انتر میزنیم پاک شد. فهمیده؟ ببینید هرچی نشته باشه و یا اگه مخففش نمیتونید مکمل نشته کنید. کلیر سکرین. خب فهمیدین تا اینجا؟ او روز ما در دین روز در معرفی پروگرام ما گفتیم نه که در یوزر اسکات تیار از قبل معلومات و تیبل های وجود داره که ما بتوانیم سر او پرکتس کنیم و پروگرام یاد بگیریم. میخوایم که او تیبل ها را مشاهده کنیم که چقدر تیبل است، چی معلومات در داخل او گنجانیده شده. توسط select static from cat فرض مثلا select انتخاب کردن میگه. او روز خواندیم در SQL SQL وقتی که select میدیدیم نمایندگی از چی میکرد؟ از query statement، یعنی select انتخاب کن. static چی مانا؟ همه، یعنی همه معلومات هر چیزی که وجود داره امره. from از کجا موقعش انتخاب میکنه، از کجا بیارم. یک نفر میگه که قلم مرا بیار، او از پیش پرسان میکرد کجا بیارم، باید آدرس مشخص باشه. کت از کتالاگ گرفته شده. کی نمایندگی از یک لیست میکنه. اینجا یک لیستی است که دو لیست امو جدول ها و یا تیبل های موجود است. دمو لیست کت CAT یا کتالاگ و در آخر هر ستیتمنت که ما تایپ میکنیم سیمی کالم میتیم برش. یعنی این معنایی را میده که ما جمله خدا خلاص کردیم، بعد از اون میتونه انتر بزنیم. ببینید لیست آورد. دی لیست چند تیبل وجود داره از کمپانی. یک DPT EMP از امپلای است. DPT به خاطر دیپارتمنت نمبر است، بونس است و سل گریت به خاطر سالری. این 4 تیبل اینجا موجود است که ما میخوایم سری 4 تیبل پرکتس و یاد بگیریم. میتونید این رقم سلکت کنید. select static from tab از این طریقه میشه. انتر. ببینید فرقش چی است؟ فرق زیاد نداره. در اینجا تیبل نیم وجود داره، تیبل تایپ است، اما در اینجا ستونی دیگه هم امراش اضافه شده که بعد میخوایم که وظیفه چی است. فهمیدین؟ دیگه این وظیفه را داره. یعنی هر چقدر تیبل هایی که خود ما جور میکنیم تیار وجود داشته باشد توسط select direct from cat و یا select direct from tab میتونیم رو بیاریم. تا اینجا مشکل؟ خب در اینجا ما میبینیم تیبل DPT هم است، EMP هم است، رقم تیبل هست. آلی خودنا
نام تیبل نشان میده که یمی تیبل است. میخوایم که بفهمیم که داخل یمی تیبل این پی فرض مثال کدام معلومات وجود دارد، کدام رو است، کدام کالم ها. select static from emp. select انتخاب کن، static همه معلومات یعنی همه کالم ها، هر چیزی که وجود داره رو انتخاب کن. from از کجا؟ emp از تیبل emp، داخلم سیمی کالم. انتر. ببینید انتر تیبل ایمپی را باز کرد. این امپلای نمبر است، این نامش از فرض مثال سمیت است، جابش چی است؟ کلرک است. تحت این آیدی منیجر است، به این تاریخ آمده 800 ماش و هم کمیشن نداره، در دیپارتمنت نمبر 20 کار میکنه. و یا وارد است، وظیفش چی است؟ سلف مینه. این منیجرش است و به این تاریخ ای آمده، این رقم معاشش است و ای هم کمیشن در دیپارتمنت سیوم کار میکنه. فهمیده؟ و یا دیگه تیبل اینجا این پی است، میخوایم که از دی پی تی رو ببینیم. select static from DEPT. هر تیبلی که باشه همون تیبل برش انتخاب میکنیم. در اینجا کدام مشکل نیست. حالا یک مسئله دیگه هم است که وقتی ما اگه بخوایم که هر چیز را که تایپ کنیم بر ما ریکارد هم شود، یعنی به شکل یک نوت بر ما ذخیره شود، تا یک خو کمتیشی است. یک امی فعلا که ما ریکارد میکنیم، این ریکارد تصویری است. اگه بخوایم به شکل تکست ریکارد کنن در صفحه نوتپد و یا ورد و یا اکسل، هر پروگرام که باشد، نشته میکنیم سپول نشته میکنیم موقت سپول ریکارد میکنن. در کجا ریکارد کنم؟ فرض مثال در درایو دی دبل دات به نام خان دات تی اکس تی. تی اکس تی اکستنشن نمایندگی چی میکنه؟ از نوتپد. اگه دی او سی بتیم ورد، اکس ال اس اکسل، ام دی بی اکسس. خب ما در تی اکس تی میکنیم در نوتپد. انتر. ببینیم آل ریکارد از اینجا شروع شد. این کارهایی که کردیم قبلا این شامل این نمیشه، به خاطر که آل ریکارد استارت کردیم. از این به بعد هر چیزی که تایپ میکنیم بر ما ریکارد میکنه. خواهید صفحه را پاک میکنیم، کلیر سکرین. تا اینجا مشکل نیست. select static from tab. این لیست تیبل هاست را فهمیدین. میخوایم که آل فیلد های هر تیبل ببینم که در تیبل این چند کالم است، کدام دیتا تایپ ها داره، آیا پرایمری کی داره یا نه، دیگه شرط ها سرش اپلای شده یا نه. این همه معلومات توسط دسکرایب. ببینید دسکرایب نام تیبل EMP. بعض کمان داره به یاد داشته باشین شما که در اختتامش اگه سیمی کالم هم نتیم کدام پروا نداره. ببینید فرض مثال describe EMP، در describe امپلای نمبر وجود داره، این نیم وجود داره، یا دیتا تایپ هاش هست. وارچار 2 در اکسس خوانده بودیم نه؟ وقتی که دیتا تایپ تکس نشته میکردیم اونجا برش نشته که میکردیم حروف تکس انتخاب میکنیم، و یا اگه نمبر نشته میکردیم حروف نمبر انتخاب میکردیم. دیت دو اونجا هم دیت بود، ده اینجا هم دیت هست. فرقش یه دو اونجا دیت ان تایم هم دیت هم تایم انتخاب میکنیم. ده دیتا تایپ ده اینجا تنها دیت هست. ده اونجا تکست بود، ده اینجا وارچار 2 هست. ده اونجا مشخصا در وقتی که تکست انتخاب میکنیم اتو نشته نمیکنیم برش که تا چند عدد کرکتر قبول کنه، اما در اینجا در ورچارتی که وقتی ما نشته میکنیم دیتا تایپ باید مشخص هم شود که تا چند کرکتر یک گنجایش سایز داشته باشه.
خیلی بعدن کار میکنیم در دیتیل بخیر. حالا فقط شما بفهمیم که چطور میتونیم فیلد های یک تیبل مشاهده کنیم. تا اینجا رو مشکل. فرض مثال از جی پی تی را میخوایم ببینم. describe مکمل ها میتونیم نشته کنیم. describe جی پی تی. دیپارتمنت نمبر است، دی نیم است، لوکیشن. مشکل است. تا اینجا مشکل نیست بخیر. خب کلیر کنیم. سه چیز عمده را از سر به ترتیب شروع میکنیم. خب به ترتیب پیش بریم، باز گجوت نمیشه که چی مان چی را خواندیم. فهمیدین؟ بخاطر که اسکیول مینو به مینو نیست که بخوانیم که از کجا این مینو را نخواندیم، فرض دیتا نخواندیم، فایل نخواندیم، او رقم نیست. کود از هر جایی که شروع کردی پروا نداره، ولی ما باید کوشش کنیم که از ابتدا شروع کنیم. در اول باید سه چیز داره شما در نظر داشته باشیم. the query statement یعنی the selection وقتی که select میگه نمایندگی از query statement میکنه. اول از selection چی را میگه؟ selection is used to select specific row in a table. selection وظیفهش چی است؟ وظیفهش انتخاب نمودن روهای مشخص در یک تیبل است. یعنی رو را که سلکت میکنیم، رو را او را سلکشن میگم که بعدا کار میکنیم. و دیگه داریم پروجکشن is used to select specific column in a table. توسط پروجکشن ما میتونیم که کالم های مشخص را انتخاب کنیم، یعنی کالم ها را جداگانه توسط پروجکشن انتخاب میکنیم، یعنی او را به نام پروجکشن میگه. سلکشن روهای مشخص، پروجکشن کالم های مشخص. تا اینجا خود مشکل نیست. دیگه داریم join is used to select join to join data بگویم یا بگویم کالم. from more than one table. join چی میکنه وظیفه‌اش؟ دیتا را یک کالم، دو کالم یا بعضی ریکارد های مشخصه اینجا میتونیم که را به جایی نشتام کنیم که به جای کالم to join specific row and column from more than one table. دیتا را از یک و یا دو و یا سه و یا پنج هر چقدر که باشه تیبل بر ما جاین میکنه، به شکل جاین بر ما شما مشاهده میکنیم، میتونیم که توسط مشاهده کنیم که به نام جاین میگه. مثل که در این پی دیپارتمنت از تیبل دیگه میایه،
و دیگه کالم ها مربوط خود تیبل این پی می دیر مثال ها را به ترتیب کار میکنیم. اگه یک مثال از جاین بتم شما نمیفهمید یا سلکشن بتم شما نمیفهمید، دیگه باید کوشش کنیم که از به ترتیب شروع کنیم و به ترتیب تو ختم شد. کلیر سکرین اول در پروجکشن کار میکنیم. پروجکشن ها گفتیم که چی میکرد، وظیفش چی بود؟ finding or یا selecting specific column in a table. فرض مثال اگه ما نشته کنیم select static from emp، همه کالم ها را آورد یعنی table emp. اما به جایی هم اترام نشته کنیم میتونیم select دانه name کاما جدایی یک کالم نشان میده، job کاما mgr کاما hide date کاما salary کاما کمیشن. یعنی به خواست خود هر کالمه که ما شما کار داشته باشیم امور میتونیم انتخاب کنیم و بیاریم from emp. از کدام تیبل؟ از تیبل emp. چی برش گفتم؟ سلکت کو اینیمه نامه بگی، وظیفهش mgr با کدام تاریخ آمده، سالری و کمیشن، دوگاش کار ندارم، از تیبل emp انتر. ای که جدا جدا مشخصا سلکت کردی میره به نام پروجکشن یاد میکنه. ببینید مثال دیگر select name کاما job کاما salary from emp. سی کالم مشکل بود. در اینجا باید شما بعضی نکات، خب بعض چیزا که در جریان درس هم یاد میایه باید به شما بگویم که مشکل در آینده نداشته باشین. کیورد باید شما بشناسیم که کیورد چی است. مختصر این رقم باید تعریف کنیم که those command which are not changeable is called keyword. چی معنی؟ هر آن کماندی که تغییر پذیر نباشه دور کیورد میگه. فرض مثال select static from emp. در اینجا select کیورد است، یعنی اگه select نتیم هیچ امکان نداره که دیتا را select کنیم. و from هم کیورد است. from اگه مشخص آدرس نتیم از کجا بیاره؟ static یک کیورد نیست، اسم کالم هم نیست، emp هم نیست، یا changeable. به جای emp میتونه چی شود؟ dpt بیایه، بونس بیایه، اصل گرید بیایه. به جایی هم میتونه چی شود؟ خود ما نشته کنیم select static from emp. static همه مانا رو میده، همه تیبل ها را کالم ها را آورد. ولی به جای شتر هم نشته کنیم میتونیم select employee number name کاما job کاما mgr کاما hire date کاما salary کاما commission کاما department number. ببینید وقتی که ما کدام غلطی میکنیم برای ما اینجا ایرر نشان میده. اینجا چی را غلطی کردیم؟ پیشتر گفتیم کیورد نمیاله. مثالش سعی کنید. select دادیم select انتخاب که employee number name job mgr hire date salary commission و department number. ولی اینجا میبینید که from ندادم. from کیورد است یعنی ببینید کار نمیده. چطور میکنیم؟ نشته میکنیم پس از select employee number کاما name کاما job کاما mgr کاما hire date کاما salary کاما commission کاما department number. from از کجا بیارم؟ emp. فرق بین اوی چیه؟ یک چیز است یعنی پس مطلب کیورد فهمیدیم که او کماندایی که چنجبل نباشه او رو کیورد میگه. او یاره کیورد نمیسته که ستیرک چنج به جایی میتونیم که خود نشته کنیم، جدا جدا نشته کنیم آوردیم.
یعنی بجای یک کمان میشه دیگه کمان دام نشته کنیم که او کیورد نیست. تا اینجا کنم مشکل. باز میم select name comma salary comma commission comma hide date from EMP. جمله را صحیح نشته کردیم اما کار نمیده. چرا؟ در اینجا میگه error at first line، میگه غلطی کردین شما. این ستاره رو میبینیم، این نمایندگی از غلطی را میکنه که در کجا غلطی کردیم ما شما. و در اینجا غلطی را نشانی هم کرده که سالری را میبینید در کوتیشن نشانی کرده که این سالری شما غلط تایپ کرده. میبینید در این ستاره هم زیر سالری آمده، بخاطر که در تیبل سالری به نام SAL است، به نام سالری نیست. ما اینجا مکمل سالری را نشته کردیم. پس چطور کنیم؟ پس اثر نشته کنیم یا مشکل است. گاهی تو وقت میشه که 2 خط باشه، 3 لاین باشه، 4 لاین نشته میکنیم. اگر پس از خصوصا در ریلیشنشیپ ها پس از سر که نشته کنیم وقت میگیره. باید یک چاره باشه که دوباره اصلاح کنیم. پس در اینجا ایدی پرس میکنیم. ایدی مطلب از ادیت میکنه، میتونه مکمل هم نشته کنیم ادیت، ولی ایدی کوتاه‌تر است. انتر میبینیم در صفحه نوتپد بر ما باز کرد که شما بتوانیم غلطی دانه اصلاح کنین. سالری میره SAL میکنیم. پس close. Do you want to save the changes? Yes. حال در اینجا backslash پرس میکنم. ببینید backslash، ببینید دوباره پس از بر ما غلطی کرده بودیم جوش. دیگه مثال گوش بگیریم. select name comma job comma salary comma commission comma department number from department number باش که غلطی کنیم که به شما یک مثال شد. select name comma job comma salary comma commission department number DEP یه خوی که بردم دیوانی بکن from EMP. خب در اینجا بسیار متوجه باشین. و ما 2 چیز در غلطی، چند نوع غلطی داریم. ما باید نوعیت غلطی رو شما بفهمین که آیا غلطی در کیورد است، آیا غلطی در جمله ما است، و یا غلطی در طرز نوشتن کالم های ما است. سکنین ایده select کو name job salary commission department number from EMP. در اینجا یه غلطی وجود داره، اما کامپیوتر به دیگه شکل او را بر ما نمایان کرد. یا او را بعدا میخوانیم که کامپیوتر او را به شکل الایز قبول کرد. الایز یعنی به شکل نام او را قبول کرد. سکو دیپارتمنت نمبر ما چرا غلطی کردیم که در اینجا بین کامه ندادیم. ببینید اینجا کامه سرحد جدایی 2 کالم نشان میده، ولی اینجا کمیشن نشته کردیم، به جای کامه ندادیم دیپارتمنت نمبر هم نشته کردیم. حالی که کمیشن دیپارتمنت نمبر به شکل عنوان، به شکل نام به خود قبول کرد. میبینید کمیشن اینجا آمده، دیپارتمنت نمبر عنوان خود قرار داره. چقدر گپ غلط است. غلطی شده اما شما فکر میکنید که ولد درست است، جمله رو درست نشته کردیم. که بسیار متوجه باشین که اینجا غلط آمده.
یعنی اکثریت وقتی ما پراجکت جور میکنیم، وقتی که این رقم غلطی میکنیم، از ما شما خطا میره که والا ما صحیح کردیم، اما در حالی که بسیار غلطی بسیار یک کار باریک، یک اشتباه باریک است که فهمیده نمیشه. اگه نام غلط میکردم خود نشان میداد، اگه کیورد غلط میکنم بازم نتیجه نمیداد، ولی در اینجا غلطی هم شدن، ریزالت هم بر ما میده که باید اینجا بسیار متوجه باشیم. نام دادن کالم باز پسان میخوانیم، با شما میفهمیم مطلب این غلطی چی بود. select static select name comma job comma salary comma department number from EMP. ده این مثال سعی کردیم انتر میزنم و چت بر ما نشان میده که غلطی کردیم، اما ده اینجا نشان نداد. ده اینجا باز نوعیت غلطی رو ببینیم. ما همه جملات دستپیل درست نشته کردیم، اما ده اینجا بر ما میگه missing expression. جمله را شما ده چی غلطی کردیم؟ باید بفهمید که ما ده کیورد غلطی کردیم. مطلب از کیورد فهمیدین نه؟ اینجا فرام آدرس دادم نه؟ گیره نفهمید که فرام چی است، بخاطر که اینجا کامه آمده. یا متفکر میکنه که فرام هم ولی یک تیبل است، نام تیبل است، بخاطر که کامه جدایی چندین کالم نشان میده. یا اتفاق میکنه که فرام یک کالم است، از همون خاطر این ریزالت نشان نمیده. پس چی کنیم؟ کیورد غلط کردیم، ایدی پرس میکنیم، ایدیت یا ایدی، کامل از بین میبریم، کلوز، یس، بکسلش. فهمیده؟ در اسکیول یک خوبی دیگه هم است که میتونیم یک استیتمنت در دو کالم، در 2 لاین، 3 لاین، 20 لاین، هر جای نشته کنیم و فاصله هم کدام معنا نداره. فرض مثال select name کاما سالری شده زیر نشته میکنم کاما، کامیشن در یک لاین نشته کردم، کمیشن کاما، دیپارتمنت نمبر کاما، و در اینجا نشته میکنم جاب فرام EMP. چند لاین شد؟ 5 لاین. چی غلط کردیم؟ ای نیمه، میبینید؟ ای نیمه EANME نشته کردیم، ای ادیت ایره باید درست کنم، ای نیم. کدام فرق کرد؟ دیگه مثال ببینیم select name کاما کاما salary کاما job کاما commission from یا select name فاصله میتونم خود job comma salary from میدیم غلط کردیم select name comma job یاره خوی خورم job commission salary from هیچ کدام فرق نمیکنه فاصله. فهمیدین؟ کلیه اسکرین بس است که بسیار زیاد صنف دیگه هم مانده. خواه این را سپول کرده بودیم نین دعوت، پس میاییم میره چی میکنیم؟ سپول آف. وقتی که سپول اونجا آن کرده بودیم اینجا پس میگیم سپول آف. سپول آف میتونیم از اینجا مگزت بگویم و یا میتونیم اینجا نشته کنیم مگزت انتر. حال ببینیم که همون سپول ریکارد شده یعنی ما کمپیوتر درایو دی برام چی بود؟
خان. همه چیزایی را که تایپ کرده بودیم همشون هیچ به نود و نشته حاجت نیست، خود به خود نشته میشه. بس